قسمت قبل تعریف کردم که ملک درید یه درخت انار جادویی داشت که میوه‌هاش داشتن دزدیده می‌شدن. 3 پسرش یکی یکی نگهبانی میدن تا دزد رو دستگیر کنن. در آخر پسر کوچیک‌تر ملک محمد موفق میشه که دزد رو زخمی کنه. اما وقتی رد خون دزد رو میگیرن میبینن که به یه چاه میرسه. الان بقیه داستان رو میخوام تعریف کنم. 3 برادر داخل چاه رو نگاه میکنن و برادر بزرگتر که ملک جمشید بود میگه من میرم داخل چاه. بنابراین طناب رو دور کمرش میبنده و آروم آروم وارد چاه میشه. اما هنوز به نیمه های چاه نرسیده بود یهو داد میزنه ای وای سوختم منو بکشین بالا. 2 برادر خورشید و ملک محمد سریع برادرشون رو میکشن بالا و ملک جمشید از چاه میاد بیرون. ملک خورشید میگه نوبت منه و من میرم داخل چاه. اونم میره پایین و دقیقا مثل ملک جمشید وسطای چاه که میرسه شروع میکنه به فریاد زدن که ای وای سوختم منو بکشین بالا. برادرها دوباره طناب رو میکشن بالا. اما وقتی نوبت ملک محمد میشه قبل از اینکه وارد چاه بشه رو میکنه به 2 برادرش و میگه هرچی من وسط چاه داد زدم سوختم منو بکشین بالا شما کاری به حرف من نداشته باشید. فقط طناب و شلتر کنید تا برسم ته چاه. اما اگه گفتم منو بفرستین پایین اون موقع بدونید که باید منو بکشین بالا. یه جورایی میخواسته با افعال برعکس کارو به انجام برسونه. برادرام قبول میکنن. ملک محمد طنابو به کمرش میبنده و میره داخل چاه. همین که به نیمه ها میرسه شروع میکنه به داد زدن سوختم منو بکشین بالا. اما 2 برادر طبق قرارشون طنابو شلتر میکنن و ملک محمد هی پایین و پایین تر میره تا اینکه بالاخره میرسه ته چاه. ملک محمد وقتی میرسه ته چاه اون پایین یه اتاق غارمانند خیلی بزرگ میبینه که دور تا دورش پر بوده از طلا و جواهرای درخشان. وسط اتاقم یه دختر خیلی خوشگل عین پنجه آفتاب نشسته بود و سر یه دیو بزرگو که خواب بود آروم آروم نوازش میکرد. دختر جوون که اسمش هانا بود تا چشمش به ملک محمد میفته هراسون میگه ای پسر تو اینجا چی کار میکنی؟ ملک محمد لبخندی میزنه و میگه خودت اینجا چی کار میکنی؟ هانا آهی میکشه و تعریف میکنه ما 3 خواهر از دخترای پادشاه هور و پری هستیم. 3 دیو ما رو دزدیدن. هر کدوم رو توی یه اتاق زندونی کردن و سالهاست اینجاییم. و هر کسی هم تا به الان اینجا پیدا شده توسط دیوا کشته شده. این دیوا کلی مال و اموال قیمتی هم از پادشاهی‌های مختلف دزدیدن. اگه بیدار بشه و تو رو ببینه نابودت میکنه. پس بهتر زودتر از اینجا بریم. ملک محمد که خونش به جوش اومده بود میگه این چه حرفی میزنی؟ همین الان این دیو رو میکشم و تو و خواهرات رو نجات میدم. هنوز حرفش تموم نشده بود که دیو اول از خواب بیدار میشه و قرشی میکنه و میگه بوی آدمیزاد میاد. چشماشو باز که میکنه ملک محمد رو میبینه و میاد گرز بزرگشو برداره بکوبه تو سر ملک محمد. ملک محمد شمشیرشو از غلاف میکشه بیرون و میبره بالای سرش و میگه بسم الله الرحمن الرحیم و با یه ضربه جون دیو میگیره. به هانا میگه همینجا بمون تو این طلا جواهرات رو جمع کن من میرم خواهرات رو هم نجات میدم و برمیگردم. ملک محمد میره سمت در دوم. وقتی در رو باز میکنه میبینه که یه دختر از دختر اولی هم زیباتر نشسته روی یه تخت و داره سر دیو رو که خواب بود نوازش میکنه. از دیدن ملک محمد دختر جا میخوره و میپرسه ای جوون تو اینجا چی کار میکنی؟ ملک محمد جواب میده اومدم تو رو از دست این دیو نجات بدم. همون موقع دیو دوم بیدار میشه و تا ملک محمد رو میبینه
با عصبانیت گرزاشو بالا میاره تا بکوبه تو سر ملک محمد، ولی ملک محمد جا خالی میده و شمشیرشو بالا میبره، میگه بسم الله الرحمن الرحیم و با یه ضربه شمشیر کار دیو رو میسازه. بعد رو میکنه به دختر که اسمش دینا بود، میگه که همه طلا جواهرات رو بردار ببر اتاق اول پیش خواهرت، من میرم خواهرتون آزاد میکنم. دینا به حرف ملک محمد گوش میکنه و همه طلا جواهراتی که توی اون اتاقک وجود داشت و برمیداره میبره اتاق اول که هانا اونجا حضور داشت. دو تا خواهر بعد از سالها همدیگر رو میبینن، همدیگر رو صفر در آغوش میگیرن و از اینکه بالاخره دارن آزاد میشن ابراز خوشحالی میکنن. از اون طرف ملک محمد به سمت در سوم میره و وقتی وارد اتاق میشه میبینه انگار خورشید وسط اتاق نشسته. دختری به زیبایی پنجه آفتاب که دیوی بزرگتر و قویتر از دوتای قبلی کنار جایی که دختر نشسته بود خوابیده و دختر داره سر دیو و ناز میکنه. ملک محمد همونجا یه دل نه 100 دل عاشق دختر میشه. دختر که اسمش رها بوده هرچی میپرسه تو کی؟ اینجا چی کار میکنی؟ ملک محمد فقط حرکت لبای رها رو میدیده و صداش اصلا نمیشنیده، انگار توی یه عالم دیگه بود. صدای رها باعث میشه دیو بیدار بشه. ملک محمد هنوز تو هپروت بود که دید اوه یه دیو خیلی بزرگ و عظیم و جثه با گرز بزرگتر از کل هیکل ملک محمد داره بهش حمله میکنه. اول جا خالی میده، بعد که به خودش میاد یکم مبارزه جانانه با دیو میکنه و در نهایت مثل دوتا دیو قبل شمشیرشو میاره بالا و میگه بسم الله الرحمن الرحیم و با یک ضربه جون دیو میگیره. بعد همراه رها و همه طلا جواهرات برمیگردن اتاق اول. دخترها وقتی همون میبینن خیلی خوشحال میشن. خواهرها بعد از مدت‌ها همدیگر رو به آغوش میکشن و در آخر همگی طلاها و جواهرات رو میبرن سمت دهانه چاه. در قسمت دهانه چاه ملک محمد فریاد میزنه و از برادراش میخواد طنابو بندازن پایین تا دخترها جواهرات رو بالا بکشن. اول هانا و دینا همراه همه طلا و جواهرات بالا میرن، اما وقتی نوبت رها میشه، رها قبل از اینکه طنابو به دور خودش ببنده به ملک محمد میگه بهتره تو اول بری، ممکنه برادرات حسودی کنن و تو رو بالا نکشن. ملک محمد میخنده و میگه این چه حرفی میزنی؟ برادرای من همچین کاری نمیکنن، نگران این موضوع نباش و تو اول برو. اما رها یکم من و من میکنه و در نهایت به ملک محمد میگه در هر صورت اگر طنابو ننداختن واسط، بدون چند ساعت دیگه 2 تا قوش، یکی سفید یکی سیاه، میان و با هم گلاویز میشن. اون موقع تو خودتو بنداز روی قوچ سفید، اون تو رو 7 طبقه میاره بالا. ملک محمد لبخندی میزنه و میگه نگران نباش، برو بالا. وقتی رها میره، ملک محمد هرچی صبر میکنه میبینه خبری از طناب نشد. چند بار فریاد میزنه ملک جمشید، ملک خورشید، طنابو بندازین پایین، اما صدایی از بالا نمیشنوه. ناچار گوشه توی چاه میشینه و منتظر میمونه و به اینکه چرا برادراش این کارو کردن باهاش فکر میکنه. خب داستانو من تا اینجا نگه میدارم و شما اگه میخواین بدونید بعد از این اتفاق چه اتفاق دیگه ای رخ میده، قسمت بعد رو از دست ندید و منتظرم باشید. اگر از این داستان خوشتون اومد لطفاً لایکش کنید، منتظر ادامه قصه باشید و دکمه قرمز سابسکرایب رو فراموش نکنید. با زنگوله میتونید از ویدیوهای جدید بلافاصله خبردار شید.